پنجمین مورد برنامه میت اند پولترای هستش که برای غذایی به کار میره که منجمد شده و شما میخواید به سرعت غذای منجمد شده خود را یخزدایی کرده و آماده کنید. این برنامه غذای شما را خیلی سریع یخزدایی کرده و غذای کاملا آماده و پخته را به شما تحویل میده. برنامه بعدی برنامه اوتو گریل کوکه که به صورت اتوماتیک غذای شما را برشته کرده و غذا را به صورت ترد و خوشمزه و به صورت کاملا یک نواخت در میاره. دکمه بعدی که هفتمین مورد میشه پاور دیفورست که تقریبا همون کار میت اند پولترای رو انجام میده که یعنی غذاهای منجمد شده شما رو به سرعت یخزدایی میکنه، با این تفاوت که این دکمه فقط کار یخزدایی میکنه. دکمه بعدی دکمه اوتو ریت هستش که برای گرم کردن مجدد خودکار غذا به کار میره. به این معنی که اگر غذای شما سرد شده باشه با زدن این دکمه شما میتونید غذای